سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. سولیو داریم اینجا، میگه از ما نگیر ولی ما گرفتیم ازش. دوستانی که نمیخوام دستم فقط میلرزه الان، استرس زیاد. الان قراره بریم سمت انقلاب و خیابون ولیعصر محمدرضا احمقم قراره برداریم. قراره ببریم اونجا. قراره یه دونه گیم بال، وبکم و همینطور میکروفون. من همش اونجا رو دارم نگاه میکنم که زیاد عادت ندارم. و بریم. لایک و کامنت سابسکرایب فراموش نشه. 3 تا اینترو گرفتم، 4 میشه. امیدوارم این یکی دیگه اون خوب باشه و بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. قیافه‌مون بسیار زیبا هستم. بوق عزیز رو شنیدیم. قیافه سولی بسیار زیبا هستش. عینک قشنگ. دستم چقدر میلرزه به خاطر مسیر بسیار جذاب. اگر هم نمیدونید دوستان سمت نیرو هوایی هستیم. سلام کن به ولاگم دوست عزیز. سلام کن به ولاگم. چه قیافه ای داری، چقدر زشت. اینجا رو سلام کن به ولاگم. سلام و عرض ادب و عرض الهی داره سرت بگره. سلام یه لحظه قطع کنم دوستان، این قیافه این زشت اینو نبینید. سالی بخون. خوشگیو داریم. سلام خوشگل پسر. اینجا سلطان دنرسی رو داریم. همه تو کامنت ها سلطان دنرسی محمدرضا خر. سولی جون رو داریم که پیش پای شما دنرسی رو زد و از الان به یوتیوب شکایت میکنم. من ممنونم. همه تو کامنت ها به قول آریا کیوکسر دنرسی چیز مظلوم. مثلا یه زاله چی میگی بولابی؟ خود دیگه چی میگم؟ آه چجوری بگیرم اینو؟ فلجی بده من بده. چجوری این برنمیگرده؟ اینجوری برنمیگرده. من رسیدیم فروشگاه نورنگار و محمدرضا رو هم این پشت داریم. بیا جلو قیافه زشتتون نشون بده. بریم خرید و بزنم اونجا. یه ذره شلوغه. احساس معذبی فقط داره. احساس معذبی میگیرم. قیافه سولیو دارید میبینید. معذبی میگیرم که برم اینجا. خود دنرسی آقا دنرسی نوکرتونم. محمدرضا نوکرمه. خداحافظ. دوستان عزیز گرفتم این میکروفون دوست داشتنی و اینم وبکم دوست داشتنی تر. الان دارم اینا خونه مادر بزرگ مهربان. اون قیافه زشتشو ببینید اونجا. بعد گیمبالرم فردا به یارو زنگ میزنم. احتمال داره برام بفرسته یارو، ولی زنگ میزنم برام بفرسته. بعد دیگه آره دیگه همین. فقط دوستان بهتون بگم فردا آنباکسشو میذارم و الان یهو چنج میشه از شب یهو به روز دیگه. ببخشید دیگه. ممنونم بسیار زیاد. سولی یه حرفی داری به دوستان عزیز بزنی؟ نه عزیزم، همه تو موفق باشید در راه یوتیوب، در راه زیارت یوتیوب. ممنونم. خدا. تو حرفی داری بزنی؟ گلابی با اون قیافه کنسر خرید مثل تو بازی الان قیافش. خداحافظ. دوستان عزیز سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. برگشتم خونه و این دوتا رو آنباکسش کنم براتون. کیفیت یه ذره بد شده، متاسفم واقعا بابت کیفیت بد دوربین اگر هستش. و من اینو بهتون بگم بچه‌ها و کیفیت صدا قاعدتا من اینو بازش کردم که تستش کنم ولی اینو باز نکردم. لامپش کاملا و الانم میخوام سریعتر برم اینو باز کنم که وصلش کنم به گوشی و ببینید چقدر کیفیت صدا فرق میکنه. بریم بازش کنیم. اول از همه که شما رو باز میکنید 2 تا کابل شارژ داره و چون من میخواستم دوباره بذارم یه مقدار خراب شد دیگه، ولی آموزشا رو داده چجوری باید استفاده کنید ازش و اینا. به نظرم واقعا میکروفون قویه. خب این گیرندشه و 2 تا تایپ داره، یکی لایتنینگ و تایپ سی. میرسیم به قسمت جذاب ماجرا که اینم 360 درجه شما میتونید بچرخونید و
مثلا اینجوری بذارید اینجا. حالا من بعد گذاشتم. خب یه نویزگیر چی میگم بهش داره. این دکمه شما یه بار کلیک کنید نویز کنسلینگ داره و اینو بعد شما 2 ثانیه نگه دارید تا روشن میشه و اینا این خواستید ببینید این شکل. خیلی میکروفون جذابیه و 2 کاربرش هم گرفتم چون ممارزات میرم بیرون ممارزات هم داشته باشه وقتی ولاگ میگیریم. خب از این که بگذاریم الان تست صداشو براتون میگیرم و ببینید دیگه از این به بعد فقط الان از این به بعد دیگه با این میکروفون کانتنت کریئتوری رو انجام میدیم و بک‌گراند هم قراره درست کنم. دوستان ممنونم بسیار زیاد. صدای من داره با این میکروفون ضبط میشه، 2 کاربر هم هستش، میتونم از هر دوتاش استفاده کنم. از این به بعد دیگه با این میکروفون صدا رو ضبط خواهیم کرد برای ولاگا البته. و میرسیم به این مدلش هم نگفتم، مدلش بویا V2 ببینید، بویا V2. خب میرسیم به اصل داستان، وبکم که برای ویدیوهای گیمینگ هستش که گرفتم و کلمپش رو قراره باز کنم. Let's go. خب چجوری باز کنم کلمپش رو؟ من بازش کردم و رپو C280 هستش، یه وبکم فوق‌العاده خوب. آقا بنازم این ور نمیشه USB کیبل که بنازم. خب یه دفترچه داره دیگه، تموم شد، هیچی دیگه نداره. یه دفترچه داره که هر چرت و پرتی که هستش اینجا نوشته، البته چرت و پرت هم نیستش، میگه چجوری وصلش باید کنید. این خود وبکمه. واو چیز جالبیه واقعا و من حالا نمیدونم چجوری وصلش کنم به HD2K C280 C260 فول HD خالیه و سی فریم هستش قاعدتا، چیز جذابی. خب اینم سیمشه، قابلش البته. دمتون گرم بابت حمایتتون، ممنونم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو دیگه میبینم. فعلا پیس.